بیا یکم با هم درباره PTSD صحبت کنیم. وقتی کسی با PTSD یا همون اختلال استرس پس از سانحه درگیر میشه، در تمام این مدت سیستم عصبیش به هم میریزه و نامتعادل میشه. یه استاد روانشناسی وقتی سر کلاسش میخواد این مبحث رو برای دانشجوهاش تدریس کنه، یه تمرینی رو هم همزمان بهشون یاد میده. میگه بیاید برای 4 روز پی در پی، هر روزش به اندازه 15 دقیقه درباره تلخ‌ترین اتفاقی که براتون رخ داده تو زندگیتون بنویسید. بعد از این 4 روز میان هم وضعیت جسمانی هم روانی این دانشجوها رو بررسی میکنن و نتیجه‌ای که میگیرن اینه که نه تنها حالشون بهتر شده بود، بلکه ترکیب شیمیایی خونشون هم تغییر کرده بود و این تغییر تا 30 روز بعدش هم ثابت باقی مونده بود. یه چیزی توی نوشتن و بیرون ریختن احساسات و دردامون وجود داره که بهمون کمک میکنه ما بتونیم واقعیت‌ها و اتفاقات زندگیمون رو بهتر پردازش کنیم. این کاملا ثابت شده که وقتی یه فردی در معرض تروما قرار میگیره، مغزش قابلیت پردازش درسته احساسات و افکار رو از دست میده. انگار افکار و احساسات یه جورایی توی ذهن گیر میکنه. این تمرین کاملا به بهبود این وضعیت کمک میکنه.